بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة من وصفه في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، والصلاة والسلام على النبي الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق وقال إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. و درود و سلام بر شما عزیزان و سروران و علاقمندان برنامه خلق عظیم، برنامه جدیدی که از طریق شبکه جهانی وصال حق خدمت شما گرامیان و عزیزان هستیم تا گام برداریم در وادی تحسین اخلاق اسلامی. و اجازه شما گرامیان و عزیزان خدمت مهمان گرامی این برنامه حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری نیز عرض سلام و ادب دارم و به ایشان در استودیوی برنامه خوش آمدید عرض می کنم. سلام علیکم جناب مولانا. و علیکم السلام. تشکر جناب استاد بزرگوار. من هم خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خوشحالم از این که جناب استاد صیقل عزیز و بزرگوار امروز نمیفهمم که شما مهمان من هستیم یا من مهمان شما هستم. البته احتمال میره که شاید من مهمان شما باشم، شما صاحب برنامه هستین جناب مولانا صاحب، و من هم الله متعال را شکرگزار هستم که باز فرصت میسر شد تا ما و شما در کنار هم باشیم و در راستای خوشبختی جامعه اسلامی و جامعه فارسی زبانمان که واقعا دچار بحران اخلاقی شده اند، یا به تعبیر دیگر بگوییم ضعف‌های اخلاقی در ابعاد مختلف زندگی رو نما گردیده سهمی بگیریم انشاءالله. سلامت باشین. خب بینندگان عزیز و گرامی، طور که خدمتتان عرض شد این برنامه جدیدی است که از طریق شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و گرامیان تقدیم می گردد. واقعا اگر به جامعه کنونی جهان، چه جوامع اسلامی و چه جوامع غیر اسلامی بنگریم، البته در جوامع غیر اسلامی شاید بحران اخلاقی بیشتر پررنگ باشه، بیشتر متجلی و متبلور باشه، اما متاسفانه جوامع اسلامی نیز در اثر ترویج بیبندوباری ها و اخلاق ناسالمی که از طریق رسانه های مزدور داره به خوردشان داده میشه و طرف ضعف اخلاقی و بحران اخلاقی سوق داده میشن و روان هایشن. و ما از طریق این برنامه میخواهیم با ورود به اقیانوس اخلاق پیامبر گرامی اسلام به گلستان، با ورود به گلستان اخلاق نبوی، بحران اخلاقی و ضعف اخلاقی که جوامع فارسی زبان ما دچار آن شده است را ترمیم و تعمیر و بازسازی کنیم. واقعا اگر امروز به جوامع بنگریم، امروز رابطه فرد با زوج، میان زوجین، رابطه همسر با شوهر، رابطه فرزند با پدر، رابطه پدر با فرزند، رابطه دختر با مادر، رابطه برادر با برادر، بالاخره رابطه همکار با همکار و رابطه انسان با جامعهش دچار ضعف اخلاقی شده است. و امروز ما میبینیم که در ابعاد مختلف زندگی دچار ضعف هستیم. اگر بیاییم مثلا از فضایل اخلاقی مانند صداقت و اعتماد و امانت و اینها اگر صحبت کنیم، امروز خیلی ها
ضعف را در عرصه ما مشاهده میکنیم و انشاءالله میخواهیم از طریق این برنامه این ضعف ها را علاج و درمان کنیم. اگر به اخلاق بزرگترین انسان و مکملترین انسان پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنگریم، واقعا جوامع امروز نیاز دارند که از سرچشمه اخلاق نبوی، از چشمسار اخلاق نبوی الهام بگیرند. پیامبر اسلام وقت در بزرگترین موقعیت فتح و پیروزی قرار میگیرند با تواضع کامل سرشان را پایین می آورند و از عفو و بخشش و گذشت کار میگیرند. امروز اگر به جوامع غیر اسلامی بنگریم، به علت نبود اخلاقی از مشکلات عدیده رنگ میبرند. اگر ما به تاریخ تقریبا 3 دهه پیش بنگریم، نه تاریخ 100 سال یا 200 سال یا 500 سال قبل، فقط به تاریخ معاصر در اواخر در نیمه دوم قرن 20 بنگریم، اگر بحران اخلاقی دامنگیر جامعه پیشرفته امروز چنانه که ادعا میشه نمیشد، صدها هزار نفر در قلب اروپا، در بوسنیا و هرزگوینا و در کوسوفا خیلی ها مظلومانه از دم تیغ در نمی آمدند. یا اگر به عصر حاضر به جنایاتی که از طرف اشغالگران صهیونیستی در فلسطین در مقابل هزارها دوربین جهانی صورت میگیره و در مقابل چشم و دید صدها میلیون انسانی که ادعای اخلاق میکنن صورت میگیره، علتش چیست؟ علتش نبود اخلاق است، علتش فقدان اخلاق است. امروز اگر اخلاق واقعا در جوامع اروپایی و در جوامع غربی چنانه که در عرصه فناوری ما میبینیم وجود میداشت، امروز در شام و سوریه چنین حالتی را که ما شاهدش هستیم نمی بودیم. خب دوستان گرامی، در این برنامه و از طریق این برنامه انشاءالله پای صحبت جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری استاد سخن می نشینیم تا برای من و شما از مکارم اخلاق پیامبر اسلام حکایت کنند، تا باشد که در راستای ترمیم و تعمیر و بازسازی اخلاقمان از خلال گفته ها و از خلال استشهاد هایی که از قرآن و سنت جناب مولانا صاحب می کنند بهره مند بگردیم. جناب مولانا صاحب بزرگوار، بار دیگر از این که مقدمه نسبتا طولانی دادم از شما معذرت میخوام و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی، چون اینجا سخن از شماست و من هم مانند هزاران بیننده که پای تلویزیون نشستند منتظر شنیدن سخنهای گوهربار شما هستم که البته الحمدلله با آیات قرآن و احادیث گوهربار پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مزین و آراسته است. جناب مولانا صاحب هنوز هم در بحث مقدماتی درباره اخلاق قرار داریم. میخوایم یکی دو برنامه مقدمی داشته باشیم، بعد از آن میریم سراغ برخی از خصلت‌های حمیده اخلاقی. اگر در ابتدا یک مفهوم جامع و مانع از چی از نگاه زبان شناختی و چی از نگاه اصطلاحی به ما و بیننده های عزیز و گرامی معلومات ارائه کنین ممنون و متشکر میشیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. براستی هم که مسئله اخلاق همانطوری که شما اشاره فرمودیم، اگر ما امروز
انسانیت میبینیم که به دهشت و به وحشت کشانده شده. همه از ابعاد مختلفه، یعنی دور ماندن از ابعاد مختلف مسائل اخلاق هست و اون هم اخلاق حمیده و اخلاق اسلامی. پیرامون این که اخلاق لغتاً و یا اصطلاحاً چی معنا و دارای چی مفهومی، اخلاق جمع خلق یا جمع خلق که هم به ضم لام گفته شده هم به سکون لام گفته شده، یعنی خلق و خلق. خود خلق به معنای دین، به معنای وقتی دین رو بخواهیم معنایش را بگیم، به معنای ثابت قدمی، به معنای پرهیزگاری، به معنای پارسایی، به معنای چگونگی، به معنای طاعت و عادت. خود طاعت و عادت هست به معنای اخلاق به این معنی. و یا اینکه گفته شده اخلاق لغتاً به معنای طبیعت و اگر طبیعت رو بخوایم معنا کنیم به معنای خوی انسانی. و یا اینکه معنای اخلاق یا همان خلق سجیه گفته شده. خود سجیه به معنای خلق و خوی و همچنین به معنای مروت، که مروت را بخواهیم معنا کنیم به معنای جوانمردی. پس به طور خلاصه و فشرده در لغت اخلاق که همان خلق هست به معنای پرهیزگاری، به معنای مروت، به معنای جوانمردی، به معنای پارسایی، به معنای خوی و سرشت و اینها که این لغت هست. اما به این که ما اصطلاحاً این چی معنا هست، ما وقتی که بخوایم کل انسان‌ها مد نظر داشته باشیم دارای دو ویژگی هستند، دارای دو صفات هستند که وقتی ما یک بزرگ را معرفی میکنیم میگیم صفات خلقی فلانی و صفات خلقی فلانی. اگرچه علما میفرمایند هر دو یک است، خلقی و خلقی. مسئله خلقی ارتباط میگیره به ظاهر انسان که چشم انسان میبینه، هیئت ظاهری انسان. اما مسئله خلقی ارتباط به باطن انسان که همان چشم بصیرت باشه و دوراندیشی باشه، انسان به او متوجه میشه. پس در اصطلاح گفته شده یوضح، این موضوعی که وضح شده به معنای الخیر و شر و یبین ما ینبغی ان تكون علیه معامله الناس بعضهم ببعض. این چگونگی تعامل انسانها بر بعض انسانهای دیگر، این را گفته شده اخلاق و مسئله خلق. و همچنین ارتباط میگیره در اصطلاح که گفته شده کل ما یتصل بعمل المسلم، و چیزی که ارتباط به عمل مسلمان میگیره، و چیزی که به اندیشه مسلمان ارتباط میگیره، و چیزی که بر افکار و بر افعال و بر اینها ارتباط میگیره. و حتی به طور خلاصه و فشرده نشان دهنده تعامل انسان را نشان میده با دیگران که از لحاظ لغوی و اصطلاحی علما چنین بیان کردن. پس میتونیم بگیم که مجموعه از قواعد و قوانینی که در پرتو قرآن و سنت هدف از اخلاق اسلامی است، مجموعه از قواعد و قوانینی که و سلوکی که بتونه تعامل انسان با یکدیگر را، تعامل انسان ها با یکدیگر را تنظیم کنه. اگر بخوایم فکر کنیم خلاصه کنیم شاید این معنا را ارائه بکنه. بدون شک وقتی ما بحث از اخلاق داریم اخلاق اسلامی هست. و وقتی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها پرسان میشه که از اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بگو، میگه کان خلقه القرآن. اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم همان قرآن بود. قرآن هم وحی الهی هست و از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده. پس اخلاق همان سرچشمه و منبع اصلی و اساسی که همان قرآن هست مرتبط میشه به اخلاق اسلامی. خب جناب مولانا، پس از این تعریف عموما وقتی
پیرامون هر علم بحث میشه و وقتی تعریف ارائه میشه، بعد از تعریف مستقیما میرن روی موضوع و یا غرض و یا هدف آن علم، که هدف از بحث در پیرامون علم اخلاق چیست. چرا ما در مورد علم اخلاق صحبت میکنیم و هدف از مطرح شدن علم اخلاق چی می باشه؟ شما ببینیم وقتی که یک مدرس میخواد که یک کتاب رو برای شاگردان خود تدریس بکنه و یک مبلغ میخواد که یک وعظ و نصیحت داشته باشه، و الان هم من و شما برنامه و پروگرام ارتباط به خلق داریم و اخلاق داریم. پس قبل از شروع درس، قبل از شروع همان وعظ و نصیحت و اینها، اگر موضوع خود را مشخص و معین نشه، مدرس هم نمیفهمه که چی تدریس کرد و طالب هم نمیدانه که چی میخواد که برداشت بکنه. پس ما میبینیم در تمام علوم، یعنی از علم تفسیر گرفته تا علم حدیث تا علم فقه و علوم مختلفه از فنون، حتی از علومی که در بحث لغت عرب ارتباط میگیره، از صرف و از نحو و از بلاغت و از اینها، هر کدام اینها در بدایت تا از در بحث منطقه اینها که شروع میشه، در بدایت کتاب تعریفه، بعد از تعریف غرضه، این از چی بحث میکنه و به خاطر چی بحث میکنه و همچنین موضوع و از چی بحث میکنه. پس علم اخلاق هم ما وقتی اخلاق میگیم نفهمیم که این از چی بحث میکنه و اخلاق ارتباط به چی میگیره. خب ما در دنیا آدمای خوبی داریم که اخلاق دارن، آدمای بدی هم داریم که اخلاق دارن. آیا میشه که هم اخلاق خوب باشه، پسندیده باشه و هم اخلاق ناپسند؟ آیا میشه که یک انسان که دارای اخلاق زیبایی باشه و یک انسان دارای اخلاق بدی؟ پس اینه که علم برای ما واضح میکنه. علما میفرمایند که همانطوری که قبلا در تعریف اشاره کردیم که علم یوضح معنای الخیر و الشر، علمیه که واضح شده در معنای هم خیر هم شر. یعنی اخلاق متعلق میگیره به افعال خیر و ارتباط میگیره به افعال شر، و همچنین و یبین ما ینبغی ان تکون علیه معامله الناس بعضهم بعضا، معامله که بین مردمان در امور مختلف ارتباط میگیره. و همچنین وقتی موضوع این علم بیان شده و موضوع علم اخلاق بیان شده، احکام قیمیه، این احکامیه که ارزش این به چی هست؟ تتعلق بالاعمال، ارتباط میگیره به اعمال التي توصف بالحسن او القبح، یعنی مجموعی از ارزش هایی که ارتباط میگیره به اخلاق حسنه و اخلاق سیئه، محموده و مذمومه به تعبیر دیگر، یعنی به تعبیر خوب و بد واضح تر بشه. و وقتی ما نگاه میکنیم باز هم ارتباط این و چرا این خوانده میشه و چرا این بحث میشه و چرا موضوع و برنامه گذاشتیم، بیان شده که كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه وما يتعلق بعلاقته بربه، یعنی ارتباط شخص به ربش این مرتبط به اخلاق هست، و علاقته مع نفسه، به نفس از چگونه علاقه داره با نفس خود، و همچنین و علاقته مع غیره من بنی جنسه، با دیگه انسان ها و با اینها، و ما یحیط به من حیوان و جماد، حتی برخورد این با حیوانات چگونه بشه و برخورد این با جمادات چگونه است. پس کسی که علم اخلاق فهمید و علم اخلاق دانست و جایگاه اخلاق دانست و اهمیت اخلاق دانست و ارزش اخلاق دانست، میدانه که تعاملی با الله سبحانه و تعالی چگونه هست، میدانه تعاملی با سایر مردمان چگونه هست، میدانه که تعامل ازی با سایر انسان ها چگونه است، تعاملی با همسایگان و اینها چگونه است، تعاملی با اطفال و اینها، و حتی تعاملی
تعامل انسان و برخورد انسان و علاقه انسان نسبت به حیوانات و نسبت به جماد و اینها چگونه هست. پس این زمانی میفهمه شخص که علم و تعریف یعنی موضوع و غرض این علم رو بدانه. تشکر جناب مولانا بزرگوار. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از این میان برنامه انشالله باری دیگر در خدمت شما عزیزان و سروران با این گلستان اخلاقی خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بیگمان از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي لمحمد. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. جناب مولانا مجیب الرحمن قبل از میان برنامه به نقطه مهمی که هدف از علم اخلاق هست بحث کردن که خلاصه علم اخلاق را می توانیم، هدف از علم اخلاق را در تعامل انسان با پروردگارش، تعامل انسان با نفسش و تعامل انسان با دیگران و با محیطش خلاصه کنیم و رمز موفقیت و مدار موفقیت انسان هم در این سه تعامل نهفته است. اگر انسان تعامل و معامله و روابطش با پروردگارش را به طور احسن اجرا کنه و همچنین روابطش با نفسش را تنظیم کنه و روابط با دیگران و با محیط و ماحولش را منظم کنه، دیگر این انسان یک انسان موفق در زندگی خود است و انسان آرمان و آرزویش هم در این دنیا همان موفقیت است. وقتی انسان در این دنیا طبق دستورات کتاب و سنت عمل کنه و اون اخلاقی که قرآن و سنت به او دستور داده را اجرا کنه، دیگر سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را نصیب شده. جناب مولانا حالا می‌خواهیم در رابطه به اهمیت اخلاق و فضایل اخلاقی بشنویم. درباره اهمیت و فضائل اخلاق اسلامی اگر تنها به همین عنوان که اهمیت و فضائل اخلاق اسلامی، یعنی ده ها برنامه که بریم هنوز هم جا داره و این بحث داره. به طور خلاصه و فشرده ما در قرآن عظیم الشان سوره داریم به نام سوره حجرات که این سوره بیشتر مسائل اخلاقی در این سوره مطرح میشه. حتی فکر کنم به نام سوره اخلاق هم هست و گفتن که علما این را مسما به سوره اخلاق و همچنین به سوره اخلاق هم اشاره شده. در این سوره و در سوره های دیگر الله سبحانه و تعالی بحث امر و نهی داره. همانطوری که قبلا اشاره کردیم که اخلاق حسنه و پسندیده هست و اخلاق سیئه هست. الله سبحانه و تعالی درباره اخلاق حسنه
وقتی در قرآن نگاه میکنیم امر میکنه. میفرمایه در سوره نحل آیه 90 ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی از 3 اخلاق بیان میکنه. مسئله عدالت که باز هر کدام اینها موضوعات و برنامه خاص خود داره انشاءالله در آینده که پیرامون مسائل اخلاقی صحبت میشه. الله امر میکنه ان الله یأمر بالعدل. امر پروردگار عالم هست به چی؟ به این اخلاق. یعنی انسانی که عادل هست انسان با اخلاقی هست و امر پروردگار عالم به این صفت زیبا و صفت حمیده شده. و الاحسان که نیکویی هست و کمک کردن به ذوی القربا، برای اقربا و خویشاوندان و اینها. و همچنین در آیه دیگه الله سبحانه وتعالی در سوره اعراف آیه 199 الله سبحانه وتعالی میفرماید خذ العفو. خود عفو مسئله اخلاق هست. دستور داده میشه خذ العفو و امر بالعرف. پس دستور الله سبحانه و تعالی به اخلاق حسنه هست، به اخلاق پسندیده هست. الله سبحانه و تعالی در این سوره که گفتیم سوره حجرات که یک نامش سوره اخلاق گفته شده، الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. الله سبحانه و تعالی متوجه میسازه که ای اهل ایمان اگر کسی برای شما خبری میاره شما جا در جا این خبر را نپذیریم، شما در جا در جا اقدام به او کار و به او عمل نکنیم تا اینکه به خود خوب واضح و آشکارا کنیم که این کسی که خبر آورده کی بوده و کی هست، آیا این خبر واقعیت داره یا نداره. پس مسئله خبر آوردن و انسان در او غور و بررسی کردن این خود از این مسائل اخلاقی هست که ما نباید کسی به ما خبری میاره فوراً کسی را متهم بسازیم و کسی را مورد ضرب و شتم قرار بدیم و ما کسی را بالاخره نسبت به آبروی از او و خون از او دسترازی داشته باشیم. یعنی نمونه از اخلاق حسنه بود که اشاره کردم. اخلاق مذمومه و اخلاق بد که حتی در قرآن باز هم اشاره میکنه و ما را متوجه میسازه که از این سوره حجرات بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی گفتیم که امر و نهی داره. بله. امر میکنه تا اینکه ما یک عمل را انجام بدیم و یک صفت را از آن خود کنیم از او صفتهای پسندیده و ما را نهی میکنه از صفات مذمومه و زشت تا اینکه ما خود را خودداری بکنیم. به همین که انسان وقتی که نهی میشه، مثلا در قرآن آمده که شراب حرامه، خمر حرامه، وقتی شخص خود را باز می‌داره و شراب نمی نوشه این انسان اخلاق زیبایی داره، اخلاق پسندیده داره. وقتی انسان را الله سبحانه و تعالی از قمار و از شراب و از زنا و از اینها منع میکنه، انسان که خود را باز می‌داره این نشان دهنده اخلاق او شخص هست. اما اگر مرتکب شد نشان دهنده اخلاق سوء و اخلاق زشت هست. الله سبحانه و تعالی صفت‌های مذموم و صفت‌های بدر، اخلاق بدر بیان میکنه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. یعنی ای اهل ایمان شما دیگه مسخره نکنید. مسخره کردن این صفت بدیه، صفت زشتیه. و همچنین در ادامه آیه میگه ولا تلمیزوا انفسکم. خود لقب دادن بد از صفتهای مذمومه هست، از اخلاقهای مذمومه هست. در ادامه باز هم میفرماید ولا تنابزوا بالالقاب. شما لقبهای بدر با هم دیگر ندیم. در ادامه باز هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. شما گمان خود را بر سر برادر مسلمان خود شما خراب نکنید که ان بعض الظن اثم. بعضی از این گمان ها گناه هست. و باز هم میفرماید در ما چون منع میکنه ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. شما تجسس نکنید، شما غیبت نکنید. این نهی به خاطر چی هست؟ به خاطر این که انسان صفتهای خبیثه و رذیله بشناسه و خود را از این صفتها دور کنه. وقتی از این صفتها دور کرد
شامل میشه به صفتهای حمیده و به صفتهای پسندیده. اینجا این انسان دارای اخلاق اسلامی میشه. و همچنین از جمله اهمیت یعنی اخلاق و مسائل اخلاقی، همانطوری که قبلا اشاره کردیم که یک مسئله خلقی هست، یک مسئله خلقی هست. یک انسان میتونه که ظاهر خود را درست کنه و ظاهر خود را بسازه و بالاخره خود را به اصطلاح ظاهر نمایی کنه، اما مسئله خلق یک قضیه که الله سبحانه و تعالی میدانه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایند ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله سبحانه و تعالی نظر نمیکنه به صفتهای خلقی شما، به صورتهای شما نظر نمیکنه که انسان چگونه ابروهای داره، چگونه بینی داره، چگونه چشمانی داره، چگونه قد و قیافه داره. در این راستا من بارها و بارها این مثال رو گفتم که ابو لهب، بعضی از مفسرین که میفرمایند که ابو لهب میگفتن چون چهره زیبا و بشاش و بالاخره خیلی چهره زیبایی داشت، او را مثل که آتش درخشندگی داره و چهره درخشندگی داشت، ولی شد تبت ید ابی لهب و تب. بلال حبشی سیاهی که هیچ کس به او را به دسترخوان خود راه نمیداد در دوران جاهلیت، وقتی ایمان آورد اخلاقش اخلاق اسلامی شد، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ارحنا یا بلال، ما را تو راحت کن، ما را تو خوشحال بساز در اذان خود. و بلال کسی میشه که الله سبحانه و تعالی از او اظهار رضایت میکنه. بلال کسی میشه که محبوب پروردگار عالم و محبوب رسول صلی الله علیه و سلم میشه. در این همه مسائل اخلاقی هست که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله نظر نمیکنه با صورتهای شما، الله نظر نمیکنه به جسمهای شما که سفید هست، سیاه هست، بلند هست، کوتاه هست، چی هست، بلکه نظر میکنه بر چی؟ ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى ولكن ينظر الى قلوبكم، در قلب های شما و اعمال شما. چگونه اعمالی دارید، چگونه اخلاقی دارید، الله سبحانه و تعالی بر اعمال شما نگاه میکنه. و همچنین درباره اهمیت اخلاق و درباره جایگاه اخلاق آیات و احادیث زیاد هست که ما چون شما فضائل رو گفتیم، از فضائل اخلاق هم یکی دو آیه و حدیث اشاره میکنم. خود فضائل اخلاق، از جمله فضائل اخلاق، اخلاق اسلامی را کسی کسب میکنه و از آن خود میکنه، این سبب و وسیله داخل شدن جنت انسان میشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء و این کان محقا. سبحان الله، شما ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید انا زعیم. زعیم چی معنا؟ یعنی من کفیلم، من ضامنم. یعنی میفرمایند که من تایید میکنم، من کفالت میکنم کسی را که او چی هست؟ به بیت، به او خانه‌ای که فی ربض الجنه، در طرف جنت هست. برای کی هست؟ لمن ترک المرا، برای کسی که او ترک میکنه کثرت جدال را. مرا کثرت جدال، با هم دیگر گفتگوی عقیم بی معنا و بالاخره با شیء های بی ارزش وقت ضایع کردن و اینها. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اصلا جدال رو ترک میکنه، حتی به چی؟ و این کان محق. اگر میبینه با یک نفر بحث و مباحثه داره ولی که میفهمه به حق که طرف مقابل نمیخواد قناعت کنه مشکل داره، ترک بکنه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این جدال رو که ترک کرد، طرف جنت خانه‌ای که از آن این هست، من بری از او ضمانت میکنم او خانه را. و بعد میفرمایم و ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب، من وسط جنت برای او شخص ضمانت میکنم که او ترک میکنه دروغ گفتن را، و این کان مازحا، ولو که به مزاح باشه، به شوخی باشه، یعنی به شوخی هم دروغ نمیگه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه وسط جنت. نکته اخیر که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند و ببیت فی اعلی الجنه، من ضمانت میکنم بالاترین مقام جنت را برای کی؟ لمن حسن خلق، برای کسی که اخلاقش زیبا است. کسی که اخلاق زیبایی داره درجه از او در جنت از همه بالاتره. و رسول صلی الله علیه و سلم باز هم پیرامون فضائل اخلاق میفرمایند که
اخلاق حسنه سبب به دست آوردن محبت الله سبحانه و تعالی. انسانی که اخلاق حسنه داره، اخلاق حسنه چیه؟ صبر، ان الله يحب الصابرین. اخلاق حسنه چیه؟ نیکوییه، ان الله يحب المحسنین. اخلاق حسنه چیه؟ عدالت، ان الله يحب المقسطین. انسانی که اخلاق حمیده و پسندیده داره محبوب پروردگار عالم میشه. و همچنین رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اخلاق حسنه ترازوی حسنه انسان در روز قیامت سنگین میکنه. رسول الله میفرمایند ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. هیچ چیزی سنگینتر از اخلاق در روز قیامت در پله حسنه نیست. یعنی اخلاق حمیده و پسندیده در روز قیامت پله حسنات انسان را سنگین میکنه. و همچنین از جمله فضائل اخلاق گفته شده که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه، نزدیکترین شخص در روز قیامت و محبوبترین شخص از شما در روز قیامت کسیه که احاسنکم اخلاقا، اخلاقش حسنه هست و اخلاقش نیکو هست. و همچنین یک نکته اخیر را اشاره میکنم که بحث طولانی نشه، ارتباط به فضائل و جایگاه و اهمیت اخلاق. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اخلاق حسنه نشان دهنده کامل بودن ایمان یک مسلمان هست. میفرمایند اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین فرد مؤمن از روی ایمان کسیه که اخلاق از او اخلاق زیبا و پسندیده باشه. پس چه زیباست که تا حالی که نفس داریم و الله متعال برایمان چند روزی را در دنیا در عمر ما بیفزوده و عمر به ما عنایت فرموده، در این فرصت و با استفاده از این فرصت در راه کسب اخلاق حمیده گام برداریم. و چه کسی است که نخواهد که خانه در بالاترین نقطه جنت داشته باشه، در بالاترین نقطه جنت که پیامبر اسلام آن را برای کی تضمین میکنه؟ برای کسی که صاحب خوی خوش، صاحب اخلاق خوب و اخلاق نیکو و فرد بزرگوار باشه. عزیزان گرامی، باز هم با هم دیگر میان برنامه کوتاهی را میبینیم و پس از میان برنامه انشاءالله بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي. و اگر زنی از بیمهری یا بی توجهی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد که به نحوی میان خودشان سازش کنند و صلح و آشتی بهتر است و در نهاد همه بخل وجود دارد. و اگر نیکی کنید و تقوا پیش سازید، پس همانا الله به کردارتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما گرامیان و سروران هستیم با موضوع مفهوم اخلاق در برنامه خلق عظیم، خلق پیامبرگونه و اخلاق پیامبرگونه. خب جناب مولانا صاحب، قبل از میان برنامه درباره اهمیت و فضایل اخلاق و چند مورد پرداختین و اگر بخوایم که تنها درباره اهمیت اخلاق ما چند برنامه اجرا کنیم، البته باز هم کم خواهد بود. البته در این برنامه میخوایم به عنوان مش نمونه خروار در برخی از موارد
اشاره کنیم. حالا میخوایم درباره ای که هر چیز به خود سرچشمه داره، مرجع داره، منبع داره و مصدر داره. مصدر اخلاق اسلامی و منبع اخلاق اسلامی چیست و باید این اخلاق از کجا گرفته شود؟ وقتی من میگم این اخلاق مثلا صدق اخلاق اسلامی است یا فروتنی صفت اسلامی است یا مثلا تواضع یا شکست نفسی بگم خصال اسلامی خصال حمیده است، دلیل ما چی است؟ باید من این از کجا بگیرم؟ اولا پیرامون مصدر یا همان منبعی که ما اخلاق اسلامی را از کجا بگیریم واضح و مشخص هست. چون ما قبل از نزول قرآن، قبل از بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، در تاریخ وقتی میخوانیم دورانی بود به نام دوران جاهلیت که اخلاق مردم فاسد شده بود. از هر نگاهی اخلاق حمیده را گم کرده بودند، اخلاق پسندیده را از دست داده بودند، از ابعاد مختلف، از عقیده گرفته تا مسائل احکام گرفته و بالاخره مسائل اجتماعی گرفته و همه اینها. چیز این دوران جاهلیت تبدیل میکنه به خیر القرون، باز میشه بهترین قرنها زمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم. بدون شک قرآن عظیم الشان، یعنی مصدر حقیقی و منبع بزرگ اخلاق اسلامی همان قرآن هست. به تعبیر یکی از علما که میفرمایه امتی امروزی سربلند نمیشه مگر این که، یعنی میتونیم بگیم که امتی امروزی با اخلاق نمیشه مگر این که چنگ بزنه به همان کتابی که مسلمانان صدر اسلام پیروز کرد و با اخلاق گردانید. پس مصدر حقیقی و منبع بزرگ اخلاق اسلامی همان قرآن هست که قبلا هم اشاره کردم از ام المؤمنین وقتی سوال شد که از اخلاق رسول الله برای ما بگو، فرمودن که اخلاق رسول الله همان قرآن بود، کان خلقه القرآن. و خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق را برسانم. یعنی این جایگاه و این اهمیت اخلاق را نشان میده. پس بناهن در صدر اسلام وقتی قرآن آمد، اولین آیه نازل شد اقرأ بخوان. وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنیم بحث از خواندن آمد، بحث معرفت الله سبحانه و تعالی آمد. و آیات قرآن عظیم الشان رو وقتی نگاه میکنیم که بحث از رحم، شفقت، ترحم، همه اینها. و این که یک شخص از کجا این اوصاف حمیده و پسندیده و اخلاق زیبای اسلامی رو به دست بیاره، بدون شک قرآن هست و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی رسول الله را برای ما به عنوان اسوه معرفی کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما وقتی بخوایم صدق را از کجا یاد بگیریم، صدق رسول الله را نگاه میکنیم. وقتی ما بخوایم یک امانت داری را درست یاد بگیریم، امانت داری رسول الله را مطالعه میکنیم. وقتی ما بخوایم امین بودن ما بفهمیم درست و صحیح، امانت داری رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی ما بخوایم رحم و شفقت و ترحم، حتی مدیریت خبر بخوایم ما یاد بگیریم به طریق درست که اخلاق اسلامی چگونه هست، ما از رسول الله باید مطالعه کنیم و شاگردان رسول صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنیم، اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنیم. به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ترکت فیکم امرین، گذاشتم در بین شما دو چیز که لن تضلوا، هرگز گمراه نمیشوید. گمراه یعنی چی؟ یعنی هرگز اخلاق شما خراب نمیشه، هرگز شما بد اخلاق نمیشوید. چون وقتی نگاه کنیم انسانی که گمراه شد بد اخلاق میشه، هرگز بد اخلاق نمیشوید. خب او چیز کتاب الله. بد اخلاقی یعنی گمراهی یعنی بد اخلاقی. کتاب الله و سنتی، قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. پس مصدر حقیقی و منبع والا و بزرگ به خاطر به دست یافتن و به دست گرفتن
اخلاق اسلامی همان قرآن هست. حتی شاید بین دو شخص گفتگو بشه که من کامل مثلا صداقت را کامل پیش بردن نمیتونم و بالاخره تواضع را کامل پیش بردن نمیتونن. حالا اگر حتی قرآن ببینیم در عرصه های مختلف یک شخص با اخلاق یک شخص بد اخلاق با هم دیگر درگیر میشن در مسائل اخلاقی، در مسائل بیع و شرا، در مسائل عقیدتی، در مسائل اینها. حالا همین درگیری بین این دو شخص صورت گرفت، چه کار باید بکنن؟ خود قرآن ما را کی فیصله کنه، کی حکم قرار بگیره، دستور میده فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. خب وقتی منازعه آمد در چیزی چه کار بکنید؟ و کدام محکمه مراجعه کنید؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. شما این را سوق بدهید به طرف خدا و رسول، ببینید که اینها چی فیصله میکنن و اینها چی میگن. و الله سبحانه و تعالی به صراحت درباره عدل به ما گفته، درباره عفو گفته، درباره گذشت گفته، درباره سخاوت گفته، درباره جوانمردی گفته، درباره عقیده درست و صحیح و سالم گفته. رسول صلی الله علیه و سلم حتی در حدیث دیگر میفرمایند که من چیزی را برای شما آوردم که چی میفرمایند؟ لیلها کنهارها، یعنی شبش از روز روشن‌تره. پس منبع اصلی و اساسی اخلاق اسلامی همانا قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. جناب مولانا، اگر کسی بپرسه که حدیثی که ما شما چند بار خواندیم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ببین اینجا میگن چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر برایشون بحث عقیده و بحث عبادت مهم نبوده؟ چرا آمدن گفتن لاتمم مکارم الاخلاق؟ همون طوری که در بدایت صحبت یعنی تعریف اخلاق اشاره کردیم که اخلاق صفات ظاهری، گفتیم صفات ظاهری و صفات و بالاخره باطنی شخص، و اخلاق رو گفتیم که چی وقت اخلاق یک انسان خوب میشه که تعاملی و با ربش خوب بشه، تعاملی و با بندگان الله خوب بشه. پس وقتی اخلاق میگیم کسی که تعاملی با الله خوب نیه، الان مثلا شخصی یا شرک خفی نعوذ بالله یا شرک جلی داره در اعمال خود، خب این اخلاقش ایران نمیتونیم ما بگیم که این اخلاق درسته، و بالاخره در سلوکش هم متجلی میشه اخلاق. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی میگن ما فرستاده شدم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق مشرکین فاسد شده بود که در کنار کعبه 360 بود گذاشتن. تا زمانی که عقیده شخص درست نشه اخلاقش درست نمیشه. تا زمانی که احکامات شرع شخص درست نفهمه اخلاقش درست نمیشه. پس به اینه که اخلاق معنای جامع و کامل و شامل در تمام ابعاد، ابعاد عبادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد حتی سیاسی، ابعاد فرهنگی، ابعادهای مختلف در تمام ابعاد شامل میشه. یعنی شخص فرمودی شما کسی بگه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما فرستاده شدم تا اینکه مکارم اخلاق ما برسانم و اخلاق را درست و صحیح تکمیل کنم. آیا این از عقیده؟ بله بله، عقیده جز اخلاق هست و مسائل عبادی جز اخلاق هست. اخلاق جز عقیده است. وقتی عقیده درست باشه، وقتی عقیده درست بود اخلاق درسته. اخلاق درست بود ظاهر میشه، نمود پیدا میکنه. پس بناهن هدف از ارسال رسول صلی الله علیه و سلم، بعثت رسول صلی الله علیه و سلم، از هدف از نزول قرآن به اینه که انسانها دارای اخلاق زیبای بشن. یعنی تعاملنا با الله سبحانه و تعالی و تعاملنا با بندگان الله سبحانه و تعالی. یا که بگیم میشه که یکی از شیوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اظهار و تبیین اهمیت یک چیز باشه، به این خاطر بحث اخلاق مطرح کردن چون خیلی مهم بود. ما وقتی که اخلاق میگیم تنها قضیه رفتار و سلوک و شفقت و مهربانی و درست اینها عدالت و، اما خود شجاعت هم اخلاقه، خود غیرت هم اخلاقه. مثلا بعضی وقت خود غضب اخلاقه، اخلاق انسان رو نشان میده. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی نگاه رحمت به طرف چند گروه نمیکنه که از اون جمله یکی را دیوس. و از دیوس صحابه گفتن یا رسول الله
دیوس کینه؟ داره چی ویژگی ها و چی صفاتیه؟ گفتن کسی که میبینه که دیگران با ناموسش میخندن و بازی میکنن و با او بالاخره درگیر هستن، او میخنده بی تفاوت. این نمیشه گفت که این انسان عجب اخلاقی داره که با ناموسش بازی میکنن، این هنوز میخنده. پس این خنده بد اخلاقی هست. در این موقف شخص دارای قهر و غضب و باید او شجاعت و مردانگی خود را در مقابل او شخصی که با ناموسش یا چشم چرانی داره یا با دست اذیت میکنه و بالاخره با زبان اذیت میکنه، در مقابل از او عکس العمل نشان بده. خود این قهر و غضب در اینجا اخلاق هست و اخلاق اسلامی هست. تشکر جناب مولانا بزرگوار. تقریبا در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، 7-8 دقیقه بیش از برنامه نمونده. سوال دیگری که مطرح میشه ایست که برخی ها میگن که اخلاق خوب خوی و سرشت طبیعی انسان است، چیزی است که خدا داده است، فطری هست. میخواستم بپرسم که آیا ما اخلاق فطری و اخلاق اکتسابی داریم یا اینکه اخلاق فطری می باشه بعدها ما ایره نمو و رشد میتیم؟ در این که اخلاق فطری هست و یا کسبی هست، انسان فطرتاً دارای یک اخلاقیه یا او را کسب میکنه، بدون شک بعضی از اخلاق ها فطریه. اما انطوری که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند کل مولود یولد علی الفطر فابواه ینصرانه او یحودانه او یمجسانه. هر مولود دارای ایمان فطری هست و پدر و مادرن که او را طرف یهودی میکشانن یا نصرانی و بالاخره یا مجوسی. در قسمت اخلاق هم بعضی از صفات چی حمیده و چی غیر حمیده، یا به عبارت دیگر صفات پسندیده و غیر پسندیده فطری هست. یعنی مثلا یک طفل در طفولیت، در 2 ساله و 3 سالگی یا 5 سالگی طبیعتا شجاع است، شجاعت و غیرت و بالاخره خوف نداره، ترس نداره، سخاوتمند هست. بعضی انسان اطفال رو میبینیم و این حالت فطریه، بزرگ میشه و بعضی انسان ها فطرتا دلرحم هستن، بعضی انسان ها فطرتا سخاوتمند هستند، بعضی انسان ها فطرتا شجاع هستند. اما عکس، بعضی انسان ها فطرتا بخیل هستند، فطرتا خشن هستند، فطرتا خوف دارند در این راستا. اما اصل و اساس بر اینه که او حالت بسیار محدود و انسان هایی که فضل الله سبحانه تعالی شامل حال اینا بشه که فطرتا مهربان و اینها میمونه. در قسمت صفات و اخلاق پسندیده و یا غیر پسندیده کسبی هست. یک انسان در بین خانواده مهربان رشد بکنه مهربان میشه. یک طفل بر سر صنف زیر دست یک استاد مهربان باشه مهربان بزرگ میشه، مهربان تربیه میشه. امین باشه امین تربیه میشه، صادق باشه صادق تربیه میشه. در یک جامعه حتی جامعه در محیطی که در اون محیط امانتداری بود، صدق بود، صفا بود، صمیمیت بود، مهر و محبت بود، این چنین رشد میکنه. این حالت اگر عکس جامعه بود که ظلم بود، ستم بود، رشوت بود، دروغگویی بود و بالاخره ظلم بود، به او حالت رشد میکنه. پس این حالت کسبی هست که از اون جمله که قبلا وقتی که ما پیرامون اخلاق و تعامل شخص با الله سبحانه تعالی را اشاره کردیم، خب تعلق میگیره به عقیده، تعلق میگیره تا زمانی که طفل بالغ میشه. قبل از بلوغ دارای ایمان فطری هست، وقتی بزرگ شد حالا عقیده صحیح و سالم را باید کسب بکنه. پس این اخلاق شخص با الله سبحانه تعالی، تعامل شخص با الله سبحانه تعالی کسبی هست. درس بخونه، یک نفر درس نمیخونه الله را از کجا بشناسه؟ چشم از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت.
خب وقتی که شخص درس نخوند، علم نخوند، مکتب نرفت، مدرسه نرفت، پوهنتون نرفت، بالاخره دانشگاه نرفت و به طلب علم روان نشد، الله را چگونه بشناسه؟ الله را وقتی نشناخت، اخلاقش با الله سبحانه و تعالی، تعاملش با الله سبحانه و تعالی درست نمیشه. پس اینه که اخلاق هم فطری هست و هم کسبی هست، اما ما نباید اکتفا به فطرتن بگیم که فلانی خب انسان بد اخلاقیه، ایر الله سبحانه و تعالی چنین خلق کرده. خیر، چنین نیست. یا من اختیار ندارم، مثلا من اختیار ندارم، الله مرا چنین خلقی کرده. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل میگه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یعنی چی؟ اگر به تعبیری که موضوع ما و شما، الله میخواد ایر برای ما بفهمونه که من تو خلق کردم، میخوای با اخلاق باش، میخوای بد اخلاق باش. کافر بد اخلاقه. و ایر که امروزه مثلا به تعبیر که امروزه در بین جامعه مثلا شایع هست که کفار اخلاق دارن، کفار رحم دارن، کفار شفقت دارن، کفار مهربانی دارن، ولی انسان‌های مؤمن و مسلمان و اینها بالاخره عکس شده قضایا. این کاملا اشتباه است، کاملا اشتباهه. کافر اگر رحم می داشت، رحم به خود میکرد، خود را از آتش جهنم نجات میداد. این چگونه رحمیه که به یک حیوانی، به یک سگ و گربه او رحم میکنه ولی نفس خود را فراموش کرده که فردا با آتش جهنم میسوزه، چون تعاملی و اخلاقی با الله سبحانه تعالی درست نشده. الله سبحانه تعالی ذاتیه که شریک نداره، او زیر ابن الله میگه. الله سبحانه تعالی شریک نداره، او مسیح ابن الله میگه. الله سبحانه تعالی شریک نداره، او برای خدا شریکی قائل میشه. الله به صراحت کامل میگه الله الصمد لم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله میگه من مریض را شفا میدم، خب این شخص میره بالاخره خودی مریضه و اخلاقی درست نیه، میره پیش قبر و پیش سنگ و پیش درخت و بینها. پس به اینه که تعامل شخص، اخلاق شخص ای با الله سبحانه و تعالی که این قضیه کسبی هست که ما باید در قسمت تربیه اولاد چقدر تاکید شده. این به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه ما اخلاق فرزند خود را درست و صحیح بگردانیم. مثلا در قسمت مسئولیت وقتی گفته شده الرجال قوامون علی النساء، مرد سرپرست این خانواده هست. به خاطر چی؟ چون مسئولیت داره که این خانواده را باید از آتش جهنم نجات بده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خود و خانواده خود را از آتش جهنم نجات بدهید. پس به این که گفته شده مثلا الام مدرسه، مادر مدرسه هست. به خاطر چی؟ به خاطر که تربیه درست فرزندان به دوش مادر هست. پس همه اینها ارتباط میگیره به مسئله اخلاق کسبی هست و انسان باید همیشه به جستجوی اخلاق اسلامی. اصلا هدف از نزول قرآن، هدف از رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینه که آمدن تا انسانهای بد اخلاق خوش اخلاق بکردن. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار با عبارتتون که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خوشبختی و سعادت بشریت از سوی پروردگارشان مبعوث شدن. بحث امروز برنامه خلق عظیم را پایان می‌دهیم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر